صحبت ایمان خداوند درباره که پیشوایان مذهب بوده که راه و رویش، یعنی امام اعظم رحمت الله علیه وعده کرده بوده 11 سوالی که خداوند انشاءالله یعنی منکرای خدا به خداها سوال کردن انشاءالله جواب میده. من یک حدیثی پیغمبر با پیشکش شما میکنم که اکثر امام اعظم رحمت الله علیه بغیر از آیت و حدیث دلیلای عقلی میکنند. خداوند عقلش روشن کرده است. پیش از یک حدیث من برای شما میگم، مذهب و حکمش تا کجا گذشته. خب پیامبر اسلام که ان معاذ رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و حين بعثه الى یمن فقال كيف تصنع ان عرض لك قضاء. همین یمن ده یعنی راهبر شده معاذ بن جبل پیامبر اسلام بسیار میکنه شده. پیش از یعنی سفر محمدنی یعنی معاذ بن جبل پیامبر یک تن سوال دادن. گفتن امتون گفتن معاذ وقتی که تو با اونجا میرهی مبادا یگان انشاءالله خدا خواهد یعنی کار بیارم پیشی تو که همین مسئله را ما نکشایده تو گفتن ای چی حکم میگیری؟ معاذ بن جبل گفتن قال اقضی بما فی کتاب الله. من گفتن یک حکم از قرآن میگم، با قرآن مراجعه میکنم، محمد قرآن مراجعه کردم از قرآن و یا جواب میدم. حضرت رسول بگی فإن كان لم يكن في کتاب الله، اگر گفتن همه حکمی تو در قرآن نباشد بس گفتن چیکار میکنی؟ قال بسنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد گفتن رو به سنت پیغمبر علیه الصلوة و السلام یاد. سنت شما کارایی کرده که شما را پیشکش میکنیم که نه محمد علیه السلام این کار کرد. ببینید فإن لم يكن في سنت رسول، اگر گفت در سنتی من هم نمیشه قرآن هم نیافتی سنتی من بچه کار میکنی گفت خب فإن لم يكن في سنتنا قال اجتهدون خیرا میکنم ولا علمی گفت یعنی سوسکشی نمیکنم با واسطه عقلم گفت چیکار میکنم کار میکنم. پیامبر علیه الصلوة و السلام میگه فضرب علی صدری، محمد میگه در سینه من زد میاد و یک ریوال من تیره کر میکرد ای خود سنیشه. چی گفت پیامبر صلی الله علیه و قال الحمد لله الذي وقف رسول الله صلی الله علیه و لما یرضى رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر میگه خدا شکر بخدا که پروردگار همین خیر امتان من موافق کرد، همین خیر امتان برای من سزاوار کرده که عقلا باشدم جواب این کام جمعیت میتید. بین نظر من از این حدیث معلوم میشود که دلیل های عقلی گرفته میشود. من پیامبر علیه الصلوة و السلام وفات کردن بعد این مردنشو میدانیم یعنی عهده خدا خواهد دین شریعت بچی گردن صحابه بار کرده شد. بعد انشاءالله صحابه وفات کردن پیامبر در حق صحابه ها حدیث مبارک میگن اصحاب کن نجومی بی ای اقتدیتم احتدیتم. گفتن ای امتای من صحابگان من مثل ستارگان هستند کدامش نتابشن انشاءالله چی هدایت بیابه انشاءالله. بینید این صحابه ستاره هستند، یک ستاره درخشنده هستند انشاءالله. هدایتگر مقام و جمعیت ما شما هستند. بعد صحابه ها گذشتن بعد عهده این چی تابعین گرفتن. تابعین که این خلافت کی است؟ یکی از تابعین های بهترین امام اعظم رحمت الله علیه. صحابه گفتن کیا نگن؟ صحابه گفتن کسی که خدا خواهد با پیغمبر علیه الصلوة و السلام شیشته هم صحبت شدگی شخصا صحابه میگن. تابعین گفته کیا میگن؟ تابعین صحابه ها را دیدگی آدم تابعین میگن. همین امام اعظم رحمت الله علیه از تابعین است. انس ابن مالک کتی هم صحبت شده صحابه ها را دیدن. این آدم شخص بزرگ است. یعنی همین انشاء کردن همین انشاءالله خدا خواهد انس ابن مالک کتی هم صحبت شدن. امانتی پیغمبر علیه الصلوة و السلام گرفتن. قصهش من گفته بودم تو آخر با روزی میشن برای شما وقت خدا خواهد گنجایش نمیتید.
و همین خداوند انشاءالله این از جمله انشاءالله چی است؟ یعنی تابعین است. پیامبر که خیر القرنی ثم یلونهم ثم یلونهم، بهترین گفتن انسان ها همون انسان ها هستند که در زمان من بودند و بهترین کسانی باقی هستند که بیان در نزدیکترین صحابه ها تابعین بهترین چی هستند انشاءالله انسان ها هستند. عزیزانی من بینید و امام اعظم رحمت الله علیه اینکه بهترین انشاءالله خداوند شخص هستند. خداوند در این باره مثال صحبت میکنیم. من امروز خداوند یک دلیل عقلیشو برای شما میگم. روز نگه امام اعظم رحمت الله علیه خواب دیدن که در خوابش میگن یک درختی کلان است، همون نردی درخت نمیگن یک خوک که این مالی بقدرترین حرامترین در اسلام همین خوک است. همین خوک میگن اومدن همون تمرای یعنی ریشه‌ای و کندن نمیگه حرکت کرد. درخت میگن یک بالا میگه از همون درخت میگن یک ناوده پایین شد، خوک یک تا زد به یک سبب یک تا زدنش میگن خوک گریخته برفت. با گشته اومد میگن کلمه شهادت آورد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. میگن شهادت آورد. وقتی که حضرت امام اعظم میگن از خواب بیدار شدم، گفتن که تعبیر خواب پیش استاد رو حماد ابن سلیمان گفته که استاد بهترین دارن از که عالمای برجسته اسلام هستن. همین استادشون پیش رفتن. وقتی که پیش استاد رفتن که میگن استاد میگه در غم است، عصبی است. گفتن استاد چی شد؟ برای چی شما را من میبینیم که عصبی هستین؟ این خطر پراشان است خیالاتون. گفتن یک گروه گفتن به خدایان نزدی گفتن حاکم اومده است. همین نزد حاکم اومده گفته است که همین پیشواها تا جمع کن، ما در این دنیا آفرنده خدا نیست، ما در اثبات کرده. همون گفتن یعنی حاکم من انتخاب کرده که همه تو میایی و همین ملحدان همین بی خداها کردی هم صحبت بشیم. من همین حضب اومده است که من چیکار میکنم. حضرت امام اعظم تا که استاد گفتن جواب خواب یافتم. من میرم شما نرید. من میرم اگر مبادا سوال جواب نگرد بخواد و یا خالی بیان میگن یک بچه یاشیه نتونست آبای من گردونه نتونست. مبادا اگر من خالی بیام و میگن که اخی این میگه شاگردش که جواب داد استادی کردی بحث کرده میتونی دولته من نه میخندنم نه تعلم میزنم. گفتن هیچی نمیشه. و یک ساعت مقرری بودیم که ساعتی 10 چه شدن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه پیش همون حاکم حاضر شدن. اون ملحدا یک طرف، امام اعظم رحمت الله یک طرف. انشاءالله خداوند سوال جواب کردن. 11 سوال دادن. من یک سوال را میخوام. خب یکم سوال گفتم بگو خدای تو کلام سال تولد شدگی است. بگو. دویم سوال گفتم خدا کی پیدا شدگی است. سوم سوال گفتم پیش از خدا هیچ کس نبودن را برای ما اثبات کرده. تو من اثباتی که پیش خدا که هیچ کس نبود اثبات کرده مونده بتیفت. چهارم ذات خدا چی یعنی چی خیلی از ذات خدا تا با ما بیان کرد. بگو گفت یعنی خدای تو گفتن یعنی مانند هوا است یا که مانند یگان گفتن آبی جای شونده است یگان مثل گسیمان است. همین خدا تا برای ما ذات چه بیان گفتن. خب پنجم روی خدا گفتن کدام طرف میبینه خدا کجا دیده شده و ما بیان گفتن. یعنی ششم همه کارها میگه تمامی مشتگی اگر خدای تعالی مثال گنده کارشی داشته امروز خدا چیکار کرده است بگو مونده خدا با کدام کار مشغوله با ما جواب داد. هفتم کدام چیز فقط زیاده میشه کدام چیز فقط زیاده میشه کم نمیشه. هشتم شما مسلمان میگه که گفتن با جنت وقتی که داخل میشیم ابدی در جنت نمونیم.
ما اثبات کردیم برای شما ابدی در جهنم میمونه. نهم گفتن اگر خدا باشه با ما گفتن نشانش ده، یعنی در جای خدا نشان ده. دهم گفت شیطان گفت من از عذاب بینا شدگی است. شیطان گفت چیکار گفت با عذاب در عذاب با عذاب بودیم. و شیطان چی عذاب شدگی با من خدا دوزخ آفریده. نگو که وقتی که دوزخ نه عذاب شد چیکار عذاب میسوزونه. ما اثبات کردیم. یادم اگر گفت همه چیزا گفت در اول گفت تقدیر کرده باشه گفت همه چیزا گفت یعنی ثواب و گناه هم کردگی باشه گفت این چیزا را برای چی با خداوند جنت و دوزخ میبرونه. ما نبود اثبات کردیم. فقط گفتن اثبات گفتن از روی قرآن و حدیث نه عقلی مونده جواب میدیم. نتونه اثباتی حضرت اثبات شما نه از قرآن دلیل آورده نه اول آیت خوندن نه حدیث پیغمبر علیه السلام آورده گفتن گفتن فقط عقلی جواب میدیم. خب چرا جواب میدیم یکم سوال بینید. خب خدا گفتن کلام صاحب تولد چیدگی است. گفتن خدای تعالی گفتن تولد چیدگی نیست چون که خداوند گفتن پدر نداره مادر نداره. در تاریخ نیست یا هست در تاریخ گنجش تونی من مشون سرچشمه داریم همون سرچشمه داریم یکی 70 سال 80 سال 26 سال 25 نگه خدا سرچشمه داره یا گنجا نیاکتی گفت سرچشمه نداره. خدا از خدا گفت که تعالی شدگی نیست. این چونی گفت یکون کس خدا نه برابرش نمیده در دنیا گفت میشه برابر هر چیز نه پولدار نه میلیاردر نه پاشا هیچ کس خدا نه بارش نمیتوند یا میتونه. من خدا شما قدرت توضیح داره من شما من یک دوملا باشم گرد دادن یک دست اینجا خلاص هیچ دست نمیآید محتاج به شما هستم یا نمیدونی همه چیز به اگرش محتاج هستم. گفتن خوب دیگه دیگه گفتن چی؟ خدا گفتم کدام سال پیدا شدگی گفت کدام سال پیدا شدگی خدا از خدای تعالی گفت پیش زمان ها هم بود گفت و با حال هم گفت بعد این هم گفت میشود. خدا گفت هیچ کس پیداش نمیدونه جو نمیدونه پیش از این هم بود حال هم بعد این دنیا تمام شده میرد ما شما یا بار نیست و نابود میشیم با زنده میشیم لیکن الله سبحانه و تعالی چیکار میکند نمیماند. گفتن راست میگویی توری گفتی سه امسالات گفتن پیش از خدا هیچ چیز نبودن افتاد من اثبات کردیم که در عقل گفتن توری بیاید عقلی موندن توری بیاید. امام اعظم گفتن که داشتن در گفتن رقم ها حساب گرفتن سه هست گفتن سه هست گفتن از سه پیش گفتن دو هست از دو پیش یک پیش هست هیچی نیست پیش خدا چی نبود. گفتن توری میگه پیش خدا چی نبود بینید. چهارم گفت ذاتی پروردگار چی کرده مورد اثبات کرده ذاتی گفت پروردگار خب مونده گفت چی هست گفت ابر اسمی یا گنکی اوباری اسمی یا گسیمان اسمی برای من بیان گفت. امام اعظم گفتن که شما گفتن یک آدم گفتن مرده سادگی گفتن در پیشش میشینه گفتن آره بشینه بعد میشینه گفتن جانش میبراید وقتی که جانش میبراید از گل میموند. همون شما جانم میبینه که چه خیلی رنگ دارد میبینیش مونندی علاوه اسمی دوری میبینی گفتن نمیدونیم خدا گفتن زوچه اثبات کرده میشه کانشی نه نمیدونیم از همون در پیش محضر میشینیم و گفتم جون داده ساده در پیش میشینیم تماشا میکنیم یکی دیگه که اگر میمونه ما هایم میده جانش اومد جان لیکن چخیل اومد گجاب اومد کلام شک ده داریم از همین گفت خدا را ذات شما اثبات کنه میتونه اما تا که لا تفکروا فی ذات الله یعنی ذات خدا رو اوی نکنید خدا چکیلی باشه اصطلاح باشه رنگشی باشه چون که عدیم میبینه چون که بهش که اثبات کنه داره میتونه درست می؟ یکان آیت یکان حدیث نامدگی نیست که خدا همین شکل است
گفتن طوری میگویی ما همون روح دیده نمیتونیم. جواب خانه شدن نه؟ همه چیز حرکتی موندن باید خدا خواهد هیچکس بودن جان هیچکس نمیدوند کو. همین گفتن انشاءالله بالایشون گفتن چی هست؟ اثبات هست. ششم گفتن روی خدا گفت کجا را دیده است؟ کنی بگو خدا کجا دیده است؟ روی شما در کنی معلوم کرده گفتن. خب در این گفتن دو جواب هست گفتن. یک جواب گفتن است که اگر در تاریکی گفتن شما یک شمع درگیرونه، یک شمع در تاریکی درگیرونه، همه روشنش کجا میگیرن؟ گفتن همه جا را فرا میگیرن. میگیرن خدا همه جا میبینه. خدا مخصوص به دیگه جاش نیست. خدا در پیش و دنده فرق نداره. خدا همون که بیننده است که بصیره، یک صفتی بصیری داره. اگر خود در زیری قیمت هفتم در گناه که میبیند، کاس باش بومده خلاف کرد انشاءالله گناه که میبیند، صفت اکشته که میبیند. خدا نفرش نیست ترشا و تاریک و روز و چقری و کلپا و تیوه و تیخونه و ولی خدا داده همین کافیره معقول در رسی ها بچه اسپول میکنیم. همه عرق نمیشی نه خدا میبیند اگر چپون دیتا بکن بخیر نمیبیند. خیال نکن که در اونجا زنا داری خدا نمیبیند. خدا نمیده که جا در هیچ جا نیست. در هیچ جا نیست. همه جا در خدا حاضر و ناظره انشاءالله. دویم گفتن انشاءالله. دویم گفتن اگر در یک کاسه گفتن شیر ریزه گفتن. دیم اثبات گفتن. یک کاسه شیر ریزه گفتن. همون در شیر ترکیب گفتن روغنه. گفتن آله روغنه. همون روغنی همه گفتن در کجا شدن. من دیفتم تیم. کجای همون کاسه روغن قرار نگیره. گفتن نمیدونه. خدا جا نداره. یعنی دقیقه عقلی انشاءالله خدا خواهد. گفتن طوری میگوید. خانه شدن. بینید. شش گفتن. کارو گفتن همش اول گفتن تقدیر کردگی باشه. خودی خدا گفتن با کدام کار مشغوله. بگو. خودی خدا که چی کار داره؟ من همه مشاگرم که نیسته دار. تقدیرات من قلم قاق شد به همه زندگی قلم قاق شدگی های. همه تقدیرات نیکی بعدی همه ایس نیسته شدگی های. خواب نیسته شدگی باشه. خدا خودی چی کار میتونه؟ در جا که همه کار گفتن در دست خدا های. یاد نبرد. خدا همین خلقی یک کس گفتن خار میکنه. یک کس ظالم میکنه. یک کس بیمار میکنه. یک کس شفا میکنه. یک کس بای میکنه. یک کس خار. کی میکنه؟ خدا میکنه. انا خدا. یک سوالی که پادشاه دادگی نمیگفتن خدا چیکار میکنه؟ بدی برای خدا خواست دو تا سوال جدا سیمش نگفتن که پادشاه اگه بگفتن هر در این خونه درا لباسای تو وزیری تا این پوشون این لباسای جنگی نپوشت خدا میشه بومد خدا چیکار میکنه؟ انا خدا یادم نمونه پادشاه کرد خل کرد پرداخت. خدا قدرت داره انشاءالله. باید گفت کم بگه بیمار گفت کسل میکنه سیاتا کسل میکنه خدا همه چیز در جان خدا میشه طوری میگفتن که طوری گفت. بینید خب گفتن اکن هشتم گفتن سوالتی گفتن شما مسلمان ها میگه که گفتن هم آدم ها با جنت داخل میشه با جهنم داخل میشه گفتن بینید میشان اولی ما در جنت میمونیم میگه شما با کدام اثبات میکنید گفتن شما رقم اول مسلمان یک گفتن بعد یک گفتن دیگه چیز رقم هست با اثبات کردن گفتن که دیگر نیست گفتن خاموشید من البته گفتن ما شما گفتن در جنت چیکار میکنیم یعنی ابدی میمونیم چون که جنت آخرش نیست من این دنیا آخر داره یا نداره دنیا مثل ما شما مخلوق است روز میشود که عمر این با آخر میرسد همه چیزی که خدا در دنیا آفریده است سوره الرحمن خون کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام فقط خدا میمونه خلاص هیچ کس دیگر نمیمونه. این گفت همش گفت میشود نگفت این گفت جنت گفت آخر نداره گفت بی پایان نگفت خانه شدن گفتن 9 و 10 گفتن سوال گفت پیش جواب دادن حضرت امام اعظم یک کیسه که گرفتن در کله یکتا همون ملکی به خدا زدن بعد کلش کفیده خون جاری شد خون جاری شد که موندگی و به خدایا امام اعظم کفیدن خواستن که بزنن گفتن که بسیار
آخه گفتن 8 و 9 10 و 11 نه انا می جواب که من نگفتم بس و چی من گفتم من میزنم من سوال شما جواب دید آرامانه شنیدن یکی من 9 10 و 11 انا می جواب من بعد نگفتم نه هم جواب گفتم ببین شیطان گفتن در عذاب بینوش نگه با چوا شیطان رو به عذاب میده من گفت آدم کوی چی بینوش نگه گفتن ای خواب من به خواب تر زدم آزار دادم همچنان آزار میکشم من خواب زدم علا کبید جون در دادم و سری من خیسته حتی خوابی خواب کرد بزرگ که توی میگفت توی ها گفتم الان عذاب میده گفتن عذاب شده شب پرده روز قیامت خداوند در دو وقت به عذابش میده خونش دارم در هم سوال گفت خب آدم گفتن خواب بیناش دیگه مادم با یک تا گفتن خیلی عذاب دارم گفته یک تا عذاب کردیم اگر خدای داده همچنان به عذاب دیگر تون عذاب میده گفتن ایانا برو گفتن اگر خواب بیناش دیگه خواب عذاب دادم باید چیکار میکنن پس خدای تعالی تنم انشاءالله خدا خواهد عذاب میده شیطان باشه یکی دیگر اگر خدا گفت همه سبب در تقدیر نیستگی باشه بعدی گفت گناه کنه جزا و ثواب گفت من گفت سرد گفت کفیل گفت من نمیدونم در تقدیر نیستش دیگه همین من تلا خدا خواست گفتن زدم سر کفیل جزا دادم گفت همچنان خدا در روز قیامت جزا میده اگر بعدی کنی نیکی کنی انشاءالله خدا خواهد جنت نوالیدن میکنن همه خانشید میگن همش بر الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفت اسلام به مشرف شد عزیزان من انا ایمان کسایی که ایمان بعد ببینن دلیلای عقلی که انشاءالله خدا خواهد چندین انشاءالله به ایمان کافرها را چیکار کردن الحمدلله با دلیل عقلیشو الحمدلله اسلام را چیکار کردن مشرف کردن عزیز بعد ایمان چیکار با شما گنده تصور کنید من برای سوداگر یکی کوهش نگم کمتر وقت داره اما شما سوداگر هستید اکثرت حرکت میکنی خدا خواهد او خرنده مرشه رسولش بگوید پیش امام اعظم یک زن متریال آورد چون که رسول 30 سال امام اعظم سوداگری کرده متریال آورد گفت که حضرت گفت تو در کاره ولی ما شما پیش میگوله میکنیم خوبند باهاش میکنیم میخریم فایده کنیم خب گفت همین متریال گفت همین متریال خب متریال تا بهار گفت 100,000 نه روزی بده 200,000 گفت 300,000 400,000 کرد ولی این زن گفت که حضرت گفت من مذاق دارید من مذاق نکردم باید دیگه دلال بیار ولی حق داره 500,000 نخرید اگه تیم روز بیچوره کم بغل چیکار کرده سوده اگر خدا ترس این امام گنده ببینی 400,000 نخرید ما کم بغل خدا خواهد گرده لخصه نقش بکنیم و جای یک سومه فایده مونه این دو ایمان ایمد بگو من امام من حضرت سودا کردم رولون سودا میگه سودا حرام نیست خیلی سودا نکن فقط طوری که خدا بترس بکن نیرم نکن انشاءالله علام اتید دروغ نگو مردم فریب نکن مولیت پس نزن دلال جو دوزخه کسی دلالی میکنه دیدن دونستن یک تا بیچاره را میسونیدی فقط جواب میدی 30 سال حضرت امام اعظم پشت با عبدالرحمن مفتگی جورش که سوداگری کرده یک روز یک رولون گلدار متریال اپت میزدن رولون آوردن یک رولون نجاش یک مدت چیه نقصان داشت گفت جورا الان روز کاری من بود من نمیتونم همین متریال را میبری الان متریال با ارزون فروش نرخی پس کردی فروشش ما باید قیمت نفروشی که پیش عذاب نگاه نشی وقتی که متریال را بردن میگن وقتی که سودا بسیار شاق ماشید میگن ایادش برمد با پلی قیمت همون متریال را زده پر بینی امام اعظم رحمت الله بگه جورش که اومده حساب کتاب کردن که مال زیاده گفتن من تلا گفتادم برای چی پول زیاده همون جایی که متریال که نقصان داشت ارزون خود نگفت ایادم برمده
همه پول داره خدا خیر کردن که حرام نشید. من ایمان من خدا خواهد حضرت که الله سبحانه و تعالی انشاءالله چی دارد؟ چنان انشاءالله خدا خواهد از خدا میترسید. سوداگرش هم میگه بس کرد که حرام نزدیک شد و علله شد فقط پیش الله میچینه. امروز ما جوانه که سودا میکنن همه بوده در بچه تقیده نه نتقیده شد میلیون در آتش دید با ارکفاش چکار دارد ملده است بابش کرد بچه ها خونه سلات شدن ای دسته من شما شدن یا نشیدن یا بچه 80 میلیون در قرطیدگی گریسته شده کوچه ای خونه ها درش داشت زنش پرتافت تو شما در کار نیستیم بیچاره روز گریسته گشته چندی بچه ها در شهر مسافرت یافتن چیزی و پرد توقی کرد زده تقیده شده میبینی هوای نمیتونم با بودای نزده اخیرون نمیترسه. همین مومینه همین مسلمانیه یک ماشین فروخته در پیشش بین وای ای تو قرض بوده من چیزش نیدازدم ماشین داده در $10,000 $8,000 این ای گوشی خوب نهارومه 8 میلیون با خودش کرده 2 میلیون و با $2,000 گذیتش دارد هیچ کم مسلمانیه همینه نهارومه این خدا بترس انشاءالله من در این باره حضرت ساعتها خدا خواهد صحبت میکنم انشاءالله تمامی وجود شما مثلا شما میرسه چون از خدا میترسید چون کم بغلا تمامی پوش کم بغلا میداد امروز کدام شما کم بغلا پردش کسی گو تمامی پوش نگرد حضرت طالب علمان را صرف میکرد حتی امام ابو یوسف شاگرد شنگرد سالش یادم اومد ممکن 10-15 سال عیشات خودش آیلش پاید که علم دار شد شما کدام طالب علمایی که در مدرسه میخونن امروز پولش دست نگرد من حضرت در تای میگه جای نماز پول پرتافته میموند همیشه کام میدید که عبدالرحمن باز شکندگیه سه که میگوید ببینه فرشگه میگوید تا جای نماز نمیده پولگی رفته شیمکات ولش کرد یکان تا شما خدا خواست کرساده جلوتونه هم سینفوتونه که بیچاره هستن کدامت کرساده این دعوای ما همش دروغه این دعوای ما همش پوچه با یهش میترسم که با خدا خواهد لغت حکی میمونیش که اجاش نخیرم من چندین کم بقلا شکایت کرساده میگه گاه داملو بوده زدن اینی میره قبلا گرفته زده گرفته سرش برم اگر میگه 3-4 میلیون فرق داره و حروم حسابت وای میتونن من میگوید فتواد میتیم کسی که ایرا بیرم فاندن میکنن درن میدروی اب کس کن اب دو زندوره خریدی در درش اگر این چطاب بومن نیمش ویرون من حد داریز ویرون کردن حد داری فایدانش گفتم باشه در سر زنگومش که بوده فتاش باشه پیش ما بگیفته میتیم پرده چوکی گفتگی چیز نبود اتیچت میکنه من شهری روس نیکن مولا میتیشن میگه اتیچهش دم اتیچه سیاه نوشنش میتیشید خونه به چطور بهم یکو بسرده میتی که پرشیه بتیم زنگیم اگر گاه بومود گفته فروختی قیسیر بومد بوده گاهش در سر زن یا شیر 5 لیتر شیر میتیم گفت 2 لیتر شیر داد 3 روز 4 روز 1 هفته نم ملکتی گیرش یا خیلی نمیدیش نگاه میمونه ایش فقط شیشه دم کرده سینهش بچ کنه که نبر نمکنده بوده برده منه 8 لیتر شیر داده اخدا نمیترسه مکندش برو همه کار مونه ایران ده بعضی ها با دم چشم سادیم کریگه اونه به دموش دم کسی به شوخه با که تک شوخش بیزه باشه خمیر را جوش کرده با خمیر که دی بستن تا شوخ کچ میکنه ایگاوش میکنه یا اخدا نمیترسی یا تاش خردم میگه دمش غلطی بیدمش میگه دمش میگه شانس میگه یا تاش میگه خردم سوپ سیامت برو داچ میگه سوپ زرچی این مالده است این کدستان میکنه یا تاش میگه گوسفند گیت میگه فرمود خونه اومد میگه پچی
ایتای همون کاوشکی پشت دمش کرده خدا زده بور سوزه خدا خواهد ایلان همون خیلی دمش داری میمرید خدا خواهد ولی ساعت ها ماه ها دمت نکنه خدا خواهد شود کاش که خبر اگه دانش میدادون در بادار شرمندر میکرد پدر زنده بود یک مال خریده ما فندادش مال ولی مونی باید نه پدر یک مال خریده فربی آوردهش ماه گذشته نمیکنه بچه شاو روز میساختگی میگه و همون بیچاره نازشته تختشی که دستم میزده ای خدا جانی هم زوری دم سرد میمردی زده و کلون میکنه بغوز گفته برادم میگفته این نیرنگت که دیت نماز نخون نماز هم قبول نیست که انشاءالله من خدا خودی یک کس فهم میکنی آخر ماه گذشت 2 ماه 3 ماه شد بچه نمیکنم پدر یک متخصص آردن گفت که این در این جاش بچه نیست فهم تو کردی انداملا انا تو ملوها فهم داری و دوملوها فهم داری تو بیچاره کم بغل بعد در لقه شپک نمیکنی ای خدا بترس این حال برای شما خنده ولی جزا ها داره انشاءالله ولی گورد را فیغان تا تمام دنیا بشنوه خدا هم تا درگاه میاد که میستی الان برام کم میمرید میستی الان خدا نیرنگت بکنه تو با خدا بازی نکرد ما نمیبینیم او بارونگی ترس خدا و کاملا الهی ترس اینجا وقت هم شده است عزیزانی من انشاءالله الله نصیب کند خدا خواهد با جمعه دیگر هم صحبت میشیم انشاءالله خدا خواهد